اما فصل 17 پلیمرهای ساختمانی. صفحه 127. تعریف. پلیمرها یا بسپارها از نظر شیمیایی به مولکولهای زنجیر بلند با وزن مولکولی بسیار زیاد در حد صدها هزار گفته می شود. در این زنجیرها یک واحد اصلی که مونومر یا تکپار نامیده می شود به تعداد زیاد تکرار می گردد. برخی پلیمرها به تنهایی خواص مکانیکی مناسب ندارند و نمی توانند در ساخت مسائل ساختمانی استفاده شوند. پلیمرها را می توان توسط مواد دیگر مانند مواد ذره‌ای لیفی تقویت کرد. مجموعه پلیمر و مواد تقویت کننده را کامپوزیت می نامند. مهمترین کامپوزیت ها پلیمرهای تقویت شده با الیاف FRP هستند که فاز ناپیوسته آنها را الیاف تشکیل میدهد. پرمصرف ترین الیاف تقویت کننده در صنعت کامپوزیت الیاف شیشه می باشد که ناشی از خواص مکانیکی خوب همراه با قیمت نسبتاً پایین آن می باشد. که ما توی تصویر اینجا یک نمونه از ورقهای FRP رو می بینیم که عموماً برای تقویت و بهسازی ساختمان ها استفاده میشه. البته نوع رایج‌ترش الیاف کربن هست که توی چند تا از پروژه هایی که نیاز به مرمت و بهسازی داشت ما خودمون هم استفاده کردیم. اما بریم صفحه بعد. الیاف کربن، آرامید و بر مدول قابل توجهی دارن و پس از الیاف شیشه مهمترین تقویت کننده های لیفی صنعت کامپوزیت محسوب می شوند. محصولات FRP عمدتاً به صورت‌های میلگرد یا ورق عرضه می شود و کاربرد گسترده برای مصارف و بهسازی و تعمیر سازه ها دارند که اینجا می‌بینید در حال بهسازی پایه‌های یک پل دارن استفاده میکنند ورق‌های FRP رو. همچنین با توجه به مشخصات منحصر به فرد میلگردهای FRP از قبیل مقاومت در برابر خوردگی نسبت به محیط‌های آسیب رسان کلوریدی و کربنوسین و خواص مکانیکی آنها در مقاصد سازه‌ای نیز استفاده می‌شود. اما یک مثال از این قسمت می‌خوایم حل کنیم. کاربرد اصلی ورق‌های FRP چه میباشد؟ خب بسیار ساده است. با توجه به ضوابطی که خوندیم میشه گزینه سوم رو انتخاب کنیم به عنوان پاسخ درست. اما بحث بعدی در خصوص دسته‌بندی هست. مواد پلیمری کاربردهای بسیار متنوع و متعددی در ساختمان دارند. در جدول شماره یک دسته‌بندی کلی از کاربرد انواع پلیمرها ارائه شده است. بریم با هم دیگه ببینیم دسته‌بندی کاربردی پلیمرها. نوع کاربرد سازه‌ای، به عنوان مثال برای تقویت کننده های سازه ورق‌های FRP یا لرزه‌گیرها هست. این هم یه تعدادی مثال. کاربردهای غیر سازه اگر داشته باشه میتونه به عنوان عایق حرارتی استفاده بشه و مثالش هم به عنوان اسفنج پلیمری میتونه در قالب چسباننده ها باشه، در بتون پلیمری و ملات‌های پلیمری و چسب مورد استفاده قرار بگیره. شامل انواع رزین ها، گروتا و چسب ها هستند و مصالح تعمیراتی شامل تعمیر و تقویت که میشه پارچه ها و ورق های FRP رو هم بهش اشاره بکنیم. اما قسمت بعدی پلیمرها رو بر مبنای مکانیک تغییر شکل به دسته های زیر میتوان تقسیم کرد. گرم و نرم ها یا ترموپلاستیک ها که با افزایش دما از حالت جامد به حالت سیال در آمده و قابلیت جاری شدن پیدا میکنن. این قسمت جزو قسمت های مهم هست. سوال هم ازش داشتیم. بریم صفحه 130. در محدوده دمایی زیر نقطه نرمی پلیمرهای گرم و نرم
این مواد تغییر شکل کمی از خود نشان میدن. مثال های این نوع پلیمرها عبارتند از پلی اتیلن، پلی پروپیلن و سایر موارد، پلی کربنات، پلی استایرن. بعدی گرم و سخت ها یا ترموست ها. پلیمرهای گرم و سخت پس از پخت اجازه هیچ گونه تغییر شکل خمیری را ندارند و کمترین تغییر شکل آنها متضمن نیروی بزرگی می باشد و تغییر شکل آنها کاملا برگشت ناپذیر یا پلاستیک است. مثال هاش هم شامل اپوکسی های پلیورتان و غیره می باشد. بعدی الاستومرها، رابرها یا مواد لاستیکی. الاستومرها موادی هستند که تغییر شکل‌های ایجاد شده در اثر انبال تنش خارجی کاملا قابل بازگشت بوده و از خود کیسانی نشان میدن. الاستومرها قابلیت بازگرداندن تا 300% تغییر شکل را دارن. ماده بعدی الاستومرهای گرم و نرم. این پلیمرها دارای خواص کاربردی الاستومرها و خواص فرآیندی گرم و نرم ها هستند و به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم میشوند و در ادامه ویژگی‌های هر کدوم و تعدادی از مثالهاش رو عنوان کرده که با هم دیگه که لازمه که یک مرور اجمالی داشته باشید. اما یک مثال حل کنیم مربوط به این قسمت میشه. گفته کدام یکی از موارد زیر در مورد مصالح پلیمری صحیح نمی باشد؟ گزینه یک گفته برخی از پلیمرها در هنگام آتش‌سوزی تجزیه میشوند و گازهای سمی متساعد میکنند که ممکن است باعث ایجاد مسمومیت شود. ما این قسمت رو نخوندیم، در خصوص بحث ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطیش هست، ولی منطقاً به نظر میرسه گزینه درستی باشه. الاستومرها حالتی از مواد است که در آنها تغییر شکل‌های ایجاد شده در اثر اعمال تنش خارجی کاملا قابل بازگشت می باشد. این هم درسته طبق همین بندی که راجع به الاستومرها، رابرها و مواد لاستیکی خوندیم. ترموست‌ها حالتی از ماده است یا گرم و سخت‌ها حالتی از ماده است که پس از پخت اجازه تغییر شکل خمیری را میدهند. در صورتی که اینجا خوندیم پلیمرهای گرم و سخت پس از پخت اجازه هیچ گونه تغییر شکل خمیری را ندارند و کمترین تغییر شکل آنها متضمن نیروهای بسیار بزرگی می باشد. بنابراین صحیح‌ترین گزینه سوم خواهد بود و گزینه چهارم هم توی ضوابط بسته‌بندی، حمل و نگهداری در قسمت‌های جلوتر مطالعه خواهیم کرد. ولی خب جزو گزینه‌های نادرست از سال بررسی این گزینه رو به خودتون واگذار خواهیم کرد. اما بریم صفحه 131 استانداردها و ویژگی‌ها. بند 2 رو میخونیم. خستگی در پلیمرها بسیار بیشتر از مسائل دیگر است، بنابراین چنانچه محصول پلیمری تحت بار باشد باید پدیده خستگی ها در نظر گرفته شود. در صورت لزوم قرار گرفتن پلیمر در معرض رطوبت ویژگی جذب آن باید معلوم باشد. واکنش پلیمرها در برابر آتش نیز بستگی به کاربرد آنها در ساختمان دارد. در هر حال باید ملاحظات مربوط به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مد نظر قرار گیرد. دیگه ما نکته خاصی رو نداریم توی صفحه 132 ازش عبور میکنیم. بریم صفحه 133 آزمایش‌های استاندارد. آزمایش‌های مهم استاندارد که معمولا باید انجام شود: تعیین مقاومت، مدل کششی، مقاومت در برابر نفوذها و سایر موارد اینجا ذکر شده. دیگه ما توی صفحه 133 هم نکته خاصی رو نداریم. بریم صفحه 134 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی که باز این قسمت مهمتره نسبت به سایر موارد. گفته هنگام کار با برخی از پلیمرهای مایع در ساختمان که مستلزم استفاده از حلال‌ها برای تامین
گرانروی هست باید از دستکش مقاوم استفاده شود تا از تماس علول ها با پوست جلوگیری شود. همچنین از ماسک‌های مخصوص تنفسی استفاده شود، زیرا برخی از علول‌ها خصوصا آروماتیک ها به شدت سمی و سرطان‌زا هستند. استفاده از هر نوع محصول پلیمری محدود به دماهای خاص است. برخی از پلیمرها هنگام آتش‌سوزی یا در معرض حرارت بالا تجزیه می‌شود و گازهای سمی متصاعد می‌کنند که موجب ایجاد مسمومیت می‌شوند. در صورت سوختن این مواد و تولید دود از استنشاق آن باید خودداری شود. برخی از پلاستیک ها از پلیمرها یا اجزای سمی تولید می شوند، بنابراین از کاربرد آنها برای نگهداری یا انتقال آب آشامیدنی و کشاورزی باید خودداری شود. دما و رطوبت روی پلیمرها اثرات مخربتری دارند و اغلب مونومرها به شدت سمی و سرطانزاست و از مصرف آنها باید خودداری شود. هرچند پلیمرها در حالت جامد کم خطرترند، اما هنگام کار با آنها باید از ماسک و دستکش مخصوص استفاده شود. بریم صفحه 135. هنگام کار با پلیمرهای سمی علاوه بر تجهیزات ایمنی باید هواکش قوی داشته باشیم. توی بحث سازگاریش نکته خاصی رو نداریم. توی بحث بسته‌بندی حمل و نگهداریش معمولا پلیمرهای مایع درون ظروف‌های فلزی با مقاومت زیاد در برابر خوردگی حمل میشوند. میتونیم اونها رو در ظروف پلاستیکی هم حمل کنیم، ولی در صورتی مجاز است که از عدم انحلال مواد سازنده ظرف در مایع درون آنها اطمینان حاصل شده باشد. ظرف‌های مخصوص بسته‌بندی و حمل پلیمرهای مایع باید کاملا آببند باشد. در صورتی که پلیمر یا ماده پلاستیک به نور، رطوبت یا حرارت زیاد حساس باشد باید از ورقه‌های پلاستیکی مات یا ظروف‌های مات و بسته‌بندی کامل استفاده گردد. روی مواد سمی باید عبارت سمی یا بسیار سمی ثبت شود. با توجه به آتشگیری مواد پلیمری باید انبار این مواد مجهز به وسایل آتش‌نشانی و جعبه کمک‌های اولیه باشد. و یه بند دیگر رو هم بخونیم، اینکه تعداد ظرف‌های حاوی مواد پلیمری که روی هم قرار گرفته است نباید چندان زیاد باشد که واسه سقوط و نشت کردن آنها به طرف‌های زیرین شود، که اینجا هم یه اشتباه تایپی داره، این طرف نیست، این ظرف‌های زیرین شود. و بدین ترتیب بحث پلیمرهای ساختمانی هم به اتمام میرسه در اینجا.